3 ربات جنگی ایران که در آینده جانشین سربازها میشن. خودروی بدون سرنشین هیدر، قابلیت‌ها: هدف قرار دادن دشمن به صورت انتحاری، قادر زیر تانک‌های دشمن بره و با منفجر شدن اونا رو نابود کنه. امکان نفوذپذیری بالا در خطوط دشمن و حمله ور شدن به سمت سنگرهای فرماندهی آنها و حمل تیربار. خودروی بدون سرنشین کاراکال، قابلیت‌ها: حمل سلاح‌های سبک و نیمه سنگین، مجهز به سامانه کنترل از راه دور هوشمند، مجهز به مسافت‌یاب لیزری و حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت. ربات موشک‌انداز نظیر، شعاع عملیاتی 2 کیلومتر، میزان حمل تسلیحات 600 کیلوگرم. مشخصات: طراحی در 2 مدل 4 چرخ و 6 چرخ و قابلیت کنترل از راه دور، دارای موتور الکتریکی که احتمال شناسایی شدن را کاهش میده. تسلیحات: 2 پرتابگر موشک ضد هوایی یا 2 قبض موشک ضد زره و نارنجک اندازهای دودزا برای استتار و 1 قبض تیربار 7.26 میلیمتری. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و برای دیدن ویدیوهای بیشتر بزن رو لینک زیر.